به نام خدا، غلامزاده هستم از شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه. با معرفی نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMWorks یا نرم افزار CMMS PMWorks در خدمتتون هستم. نرم افزار CMMS PMWorks یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات هست که تحت اکسس نوشته شده. دیتابیس و فرم ها اکسس هستند. این نرم افزار برای سازمان‌های کوچک و متوسط در واقع تهیه شده. نصب خیلی آسانی داره، کاربری خیلی ساده‌ای داره و یک نفر توی سازمان که مقداری به آفیس تسلط داشته باشه خیلی راحت میتونه این نرم افزار رو آموزش ببینه و از این نرم افزار استفاده کنه. من وارد خود نرم افزار میشم و یه معرفی کوتاهی از ماژول‌های مختلف نرم افزار خدمتتون ارائه میدم. انشالله در فیلم‌های بعدی به صورت کامل هر ماژول رو با هم بررسی میکنیم. بعد از اینکه نرم افزار رو نصب کردین، روی در واقع دسکتاپتون آرم نرم افزار PMWorks رو کلیک میکنین و وارد نرم افزار میشین. بعد از وارد کردن یوزرنیم پسورد در نرم افزار، وارد در واقع لیست کارهای بروز و کارهای باقیمانده نگهداری تعمیرات میشین. این در واقع آلارم هست، آلارم فعالیت هایی که ما باید انجام بدیم در امروز یا کارهایی که ممکنه آلارم فعالیت هایی که از قبل مونده باشه. این لیستش رو به ما نمایش میده. ماژول های مختلف نرم افزار رو با هم بررسی میکنیم. ماژول آرشیو فنی که شامل لیست تأسیسات، تجهیزات، روانکارها و لیست رستایی کاری است. در واقع تجهیزات ما توی نرم افزار تو این ماژول تعریف میشه. اطلاعات کاملی در رابطه با تجهیزات امکان تعریف کردنش وجود داره که انشالله در آینده با جزئیات در موردش صحبت خواهیم کرد. ماژول بعدی بحث نیروی انسانی هست که شامل لیست پرسنل، لیست پست ها و لیست وظایف هست که ما میتونیم همه پرسنلمون توی سازمان رو باز به دیتیل تعریف کنیم و براشون پست سازمانی و اطلاعات مختلفی رو وارد کنیم. ماژول بعدی بحث قطعات یدکی است که شامل لیست قطعات یدکی، لیست سفارش قطعات، افزایش موجودی قطعات و لیست افزایش موجودی قطعات است. اینجا هم شما میتونین قطعات یدکیتون رو تعریف کنین. حتی برای قطعات یدکیتون میتونین مقدار حداقل، مقدار سفارش تعریف کنین و موجودی قطعات یدکیتون رو کنترل کنین. ماژول بعدی بحث انبار هست. شما میتونین انبارهای مختلفی که در سازمان دارین تعریف کنین و باز توی هر کدوم از این انبارها موجودی‌های مختلف و نگهداری قطعات مختلف رو مد نظر داشته باشین. ماژول بعدی پیمانکاران هست. کلیه پیمانکارانی که تو حوزه نگهداری و تعمیرات شما دارین و فعالیت‌های نگهداری تعمیرات شما رو ممکنه انجام بدن به صورت موردی یا به صورت دائم، شما میتونین در این قسمت وارد کنین و میتونین در واقع پرسنل پیمانکاران رو به دیتیل تعریف کنین که در آینده در موردش بحث خواهیم کرد. ماژول بعدی بحث درخواست کارها یا EM ها است. کلیه درخواست کارها شامل در واقع درخواست کار اضطراری، درخواست کار پیشگیرانه، دستورالعمل‌های مختلف و رسته‌های کاری مختلف رو اینجا میتونین شما تعریف کنین. ماژول بعدی بحث RCFA هست که یک ماژول خیلی مهم و کاربردی توی نرم افزار نگهداری تعمیرات هست. برای تهیه گزارشات مختلف در رابطه با خرابی‌های تجهیز شما میتونین از این ماژول استفاده کنین. RCFA مخفف روت کاز فیلیر آنالیسیس هست که بحث تجزیه تحلیل خرابی‌های تجهیزات رو مد نظر داره. یه ماژول خیلی کاملی هست که انشالله در آینده در موردش بحث خواهیم کرد. ماژول بعدی بحث PM Planned Maintenance یا Preventive Maintenance هست که شامل قسمت‌های مختلفی در واقع میشه و شما کلیه فعالیت‌های نگهداری تعمیراتتون رو توی قسمت‌های مختلف این ماژول میتونین تعریف کنین و آلارم‌هایی که مد نظر هست به صورت روزانه نرم افزار به ما بده اینجا در واقع تعریف میشه و اون آلارم‌ها تولید میشه. ماژول بعدی بحث گزارشات هست. گزارش‌های مختلفی که ممکنه توی نرم افزار نیاز داشته باشیم یا به صورت در واقع دیفالت داخل نرم افزار وجود داره. ماژول بعدی بحث نمودارها هست. نمودارهای مختلفی رو میتونیم از در واقع نرم افزار با توجه به دیتایی که ثبت شده گزارش‌های مختلفی تهیه کنیم که در آینده در موردش به دیتیل صحبت خواهیم کرد. دو تا ماژول خیلی جالب ما توی نرم افزار گنجوندیم تحت عنوان آموزش نت که بحث ماژول آموزش نت کلاس های در واقع
مجازی هست که ما توی نرم افزار قرار دادیم، کلاس‌های مجازی که ما از طریق سایت‌های مختلف به فروش میرسونیم. اینو داخل نرم افزار قرار دادیم که خریدارای نرم افزار بتونن از این کلاس‌ها استفاده کنن. و ماژول آخر بحث دانش نت، کتاب‌ها و مقالات مختلفی در حوزه نگهداری تعمیرات هست که ما جمع‌آوری کردیم و داخل نرم افزار گنجوندیم که افراد بتونن از این موضوع استفاده کنن. و در نهایت بحث پشتیبانی هست که شامل بحث‌های پشتیبانگیری، تغییر یوزر و یه سری امکانات مختلفی است که در آینده در موردش بحث خواهیم کرد. پس شما یه نرم افزار نگهداری تعمیرات مخصوص سازمان‌های کوچک و متوسط رو می‌بینید با نصب خیلی ساده و همچنین با کاربری خیلی ساده که خیلی سریع میتونین شما این نرم افزار رو یاد بگیرین و توی سازمانتون پیاده سازی کنین. البته برای پیاده سازی این نرم افزار ما به دیتا و داده های مختلفی از تجهیزات نیاز داریم که ممکنه در واقع این جمع‌آوری داده ها با توجه به سطح نت پیاده سازی شده در سازمان زیاد یا کم باشه. اما از لحاظ خود نرم افزار و یادگیری نرم افزار شما خیلی راحت میتونین از این نرم افزار استفاده کنید. همچنین من این توضیح رو خدمتتون عرض کنم که در رابطه با نحوه پشتیبانی نرم افزار که یک سوالی است که اکثر مشتری‌ها از ما می‌پرسند و خب سوال مهمی هم هست، این توضیح رو خدمتتون عرض کنم. همینجور که گفتم نرم افزار خیلی ساده است، کاربری ساده‌ای داره و نصب ساده‌ای داره. اما برای بحث پشتیبانی نرم افزار رو ما طوری طراحی کردیم که خیلی راحت از طریق ایمیل یا از طریق نرم افزار تیم ویور و اینترنت و همچنین بحث تلفنی بتونیم پشتیبانی لازم رو توی نرم افزار ارائه بدیم. در حال حاضر ما مشتریانی از سراسر کشور داریم، از استان تهران، از استان اصفهان، از جنوب کشور، از شمال کشور، حتی از غرب کشور که در واقع این مشتریان ما نرم افزار رو پیاده سازی کردن و دارن از نرم افزار استفاده میکنن و قسمت هایی که نیاز به پشتیبانی داره از جمله باگ های احتمالی که ممکنه توی نرم افزار پیش بیاد، البته تو همه نرم افزار ممکنه پیش بیاد، یا گزارش های مختلف یا تغییراتی که مد نظر مشتریان ما هست به ما اعلام میکنند و ما از طریق اینترنت، ایمیل یا نرم افزار تیم ویور این تغییرات رو اعمال میکنیم و راهنمایی های لازم هم از طریق تلفن یا در واقع شبکه‌های اجتماعی تلگرام و آپارات فیلم هایی که تهیه شده، فیلم هایی که داریم تهیه میکنیم براشون میفرستیم و از این موضوع استفاده میکنن. ما نرم افزاری طراحی کردیم با قیمت مناسب، با پشتیبانی ساده، یادگیری آسان، نصب سریع و تاکید میکنم پشتیبانی ارزان. انشالله در فیلم های بعدی ماژول های نرم افزار رو با جزئیات بیشتر خدمتتون توضیح خواهم داد. با تشکر از توجه شما.